حاجی پشمام، بزرگترین کنسرت جهان، امیر تتلو داخل آلمان. پشمام آقا. قبل اینکه بریم این ویدیو جذاب رو ببینیم حتما چنل رو ساب کنید، زنگوله رو بزنید. سلام بچه ها، محمد هستم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اینجا رپ تایمه و یکم امروز اگه کیفیت ویدیو پایین بود و یکم کیفیت صدا خوب نبود بازم شرمنده. یه سری توضیحات اومده بودم بدم. فنای تتلو خیلی زیر ویدیو قبلی کامنت گذاشتن که در مورد پوتک بود و برگشتن گفتن که این حواشی کنسرت زودتر پوشش بده، ببین کنسرت چند ماه دیگه است و کی هستن با مبالغ بلیط هم بگو که من حالا نشستم درآوردم و قرار بگم که کنسرت چه روزیه و بزرگترین آمار یا همون بزرگترین فردی که داخل آلمان کنسرت گذاشته کی میتونه باشه و کلا این سری خبرایی که در مورد امیر تتلو اومده بود و اینکه تاریخ دقیق کنسرت رو اختصاصی واسهتون درآوردم. فقط بچه‌ها یادتون نره دیگه ساب کنین لطفاً، زودتر به 1000 تا برسیم. دمتونم گرمه. قرعه کشی هم از فردا شروع می‌کنیم. داخل هر ویدیو 5 تا اکانت اسپاتیفای بهتون میدیم. مستقیم بریم سر ویدیو. بچه‌ها از اونجایی که میدونین امیر تتلو قبل از اینکه پاسپورتش رو بگیره خب داخل ترکیه بود و جایی نمیتونست بره، با اینکه امیر تتلو خیلی 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 فشار آورد برای اینکه بتونه پاسپورت رو بگیره. مثلا پامشون میرفت به سفارت ترکیه برمیگشت میگفت که آقا اگه پاسپورت من رو ندید چه میدونم مثلا سفارت آتیش میزنم، چه میدونم میام ایران، من پامشم میام ایران 100% برگ خروج بگیرم. اینقدر این حرفا رو زد تا خود ترکیه، دولت ترکیه تصمیم گرفت که بده دیگه، یعنی پاسپورت تتلو بده که بتونه از کشور ترکیه خارج شه. و تتلو حدود 5-6 سال داخل ترکیه مثل زندانی بود و هیچ جا نمیتونست بره، یعنی نمیتونست پاشوی جا دیگه بذاره. ولی خب الان هنوزم داخل ترکیه است، پاسپورتشو گرفته با عکس جدید و تتوی جدیدش و قراره به زودی یا بره آلمان یا مکزیک که همونطور که میدونید خب مثلا معدن مواد و گل اینجور چیزاست. تتل 100% بره اونجا باغچه گل مشتی واسه خودش راه میندازه به خدا. و اما بچه‌ها در مورد کنسرت، تتلو گفته اسپانسر پیدا شده واسه این کنسرت داخل آلمان بذاریم. تو یکی از بزرگترین سالن‌های ترکیه قرار بوده این کنسرت رو بذارن، حالا به گفته خودشون. و اینکه کنسرت امیر تتلو بس شد داخل آلمان و تاریخش اینه که خود تتلو گفته به زودی قرار داخل آلمان رکورد چکنی بکنیم. حالا من یام تحقیقات کردم و گفتم که اگه بخوان رکورد چکنی بکنن، چون هزینه از ایران بخواید برید آلمان هم هست دیگه، هر کسی مثلا نمیتونه 5-6 تومن بده که پول بلیط بره تا اونجا بشه، شاید بیشتر 5 تومن 6 تومن 7 تومن بالاخره قیمتی هست دیگه، درسته. و من اونجوری که حساب کردم اگه بخواد کنسرت ترکیه یعنی بزنه رکورد آلمانو، باید حداقل کف بلیطو بذاره 10 یا 20 دلار، چون اینجوری میتونن مردم بیان و کنسرت مثلا پر بشه. چون سالن خیلی بزرگی ها، سالونی که بزرگای آلمان داخلش دارن کنسرت میزنن و پر کردن اون سالن واقعا مکافاته. حالا مگه اینکه دیگه تتل با پیشرو بیاد بالا و بلیط هم بذاره 10 دلار کفه قیمت بلیطو. و اما باحال میشه به نظرم. فکر کن یه کنسرت باشه 100,000 نفر 200,000 نفر با 10 دلار، حتی خیلی سود خوبی هم داره ها. ولی خب بدونیم که مثلا تتل باید یه پولیو بگیره که واسه خودش هیچی بمونه هیچی هست. خب نوازنده ها اون سالونی که اجاره کرده کم نیست دیگه فکر کنم 1,000,000 باشه، بعید میدونم خیلی سالن بزرگی. حتی یه عکس الان ازش بریم با هم ببینیم و بیایم، یه عکس 10 ثانیه‌ای اگه فیلم حالا پیدا کردم براتونم بذارم، اگه نبود که عکس این گوشه میاد. حالا ببینید دیگه، بریم اول با هم عکس رو ببینیم و بیایم. دیدید بچه‌ها قشنگ بود، یه سالن خیلی بزرگی. من نمیدونم تتل واقعا بتونه اونجا رو پر کنه یا نه، ولی میگم که اگه 10 دلار 20 دلار تاش مثلا 30 دلار بذاره 100% میتونه اون جمعیت اونجا پر کنه. چون 10 دلار میشه 300,000 تومان و یه فردی که بخواد بره میتونه مثلا پول بلیط 300,000 تومان بده، چون رفت و برگشت هم کسی از ایران میخواد بره. مثلا دیگه کشورهای مثلا نزدیک به آلمان مثلا میرن هوادار، ترکیه مثلا خودش کلی هوادار داره تتل، از ترکیه خودشون همشون میرن آلمان. و به نظر من اگه یه تعدادی هم از ایران برن میتونن واقعا رکورد چکنی کنن. من که دلم روشن تتل بتونه واقعا رکورد چکنی کنه. به این میگن جهانی کردن رپ فارسی و موزیک ایران، که بری داخل یکی از بزرگترین سالن‌های آلمان کنسرت بذاری و قرار بذاری که پرش کنی، یعنی رکورد بزنی. فکر کنن این سالونی که حالا من تحقیقاتی کردم، تتل میخواد اولین نفری باشه که این سالن رو پر میکنه، یعنی خواننده‌های بزرگ مطرح حتی آلمانی هم نتونستن این سالن رو پر کنن و کلا آدمایی که داخل اونجا باشن یعنی کل سکوها پر باشه. اصلا شما ندیدید الان چند ثانیه پیش بهتون نشون دادم و نمیدونید خدا وکیلی چه بمبیه این سالونه. و پاسپورت تتل هم که رسید دستش و گرفته و کلا بی خیال ایران اومدن شده
و دیگه کلا همین بود حواشی که امیر تتلو ایجاد کرده بود واسه خودش و اینکه کلا امیدوارم که بتونه اون سالونی که گفته رو پر بکنه. و حالا دیگه رپ فارسی یه شده عجیبه، تتل دید آلمان رو پر کرد. نمیدونم کاش پیشرو هم بیاد، خیلی باحال میشه کنسرت پیشرو تتل. و حتی اگه پیشرو باشه، تتل باشه، حسین باشه، سه تاشون باشن رکورد رو 100% میذاره، من مطمئن. چون حسین که چند مدت آهنگ نداده بعد نمیدونم، نمیخوام به فنای حسین بر بخوره، ولی حسین دیگه بعد از بلیت خواننده کلا کمکاری شد. امیدوارم برگرده، من که دلتنگ حسینم خودم. بچه‌ها یادتون نره که کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید حتما. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من بودید. اگه نظری، انتقادی، هر چیزی از داخل کامنت ها واسم بنویسید و بگید که تتل میتونه کنسرت رو پر بکنه یا نه. به گفته که خودم که میتونه، قشنگ اینکه حسین و پیشرو بیاره کنسرت رو پر کرده. دوستتون دارم، تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.